سلام بچه، چطوری؟ خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم امروز بریم بدوارز بازی کنیم، ولی باید همه کلمه ها رو ایرانی بگیم. پس یه لایک و یه ساب واقعا به ما نمیرسه. این ویدیو هم بازم با کمک تانوس وی آی پی ضبط شده. تانوس سلام. آره اوکی، بریم سراغ. سلام بچه ها، اومده این با دست اول. در جنگ تخت. بله، جنگ تختی. بچه ها پارت دو نه قسمت دوم این چالش در آن فارسی حساب میشه. داخل کانال کوروش است. باشد یکم از تخت محافظت کنیم. کوروش که داره آقای سبز داره بهمون. من دارم میرم سبز رو بکشم. اسم سبز من را به پوچی انداخت. به خدا کشته من رو بدوزی، من میتونم کشته بیا کشته من رو بدوزی کشت میکنم. به خدا خودم میکشم. بچه ها بیایید با هم دیگه. شمشیر سنگی نمیخون؟ نه دارم شمشیر سنگی. دمت گرم که با اون رفتی در پوچی. آره میگیم پوچی ویده. آقای سبز رو کشتی. من آقای سبز رو کشتم. عجیب است، شهر عجیبی است. من آقای سبز رو کیل نمی کنم. ببین شاید یه چی بگم باورت نشه، ولی من این چالش با امتحان رفته بودم به کد اسلش حدس میزنی چی بود؟ چی؟ شلوار اسلش. بیا فرار کنیم. الان میام دنبالم. من میخواهم که تا آخرش بمانم. من یه دونه بمب خریدم. ای وای دارن میزنن، برادر دارن تو رو میزنن. برادر رو کشتی. من بچه ها آمده این با دست دوم. خب بی زحمت شما کلی بپرسی چی میشه؟ سنگی که سنگ رنگی که مال چرا؟ سنگ رنگیه میکنم. حس میجوزی بودن به هم دست میده. به خدا منم اصلا میجوزی اگه نمیشنسی. اینم از شانس ماست، یه حال دیگه ای قد بالام باسم. دکتر قرقص دارم گیجه ای میخورم، تلم قراره امشب. دکتر نرو جلو ببین درصد الکل بالاست. اینم توی آمبولانس یه حالاست. زنگ بزنم از شانس ماست، یه حال دیگه ای کل بالا خوب گاهی لازمه من نمیدونم یا کلانتره فرمون رو یا پاسکام. منم الان به زمرد راش چی میشد؟ میشه هم پول زدن تو بود. من به چیز پول میزنم. ضربه قوی. من یه دونه ضربه قوی خریدم. من تخت آقای صورتی زدم. ببین حاضرم قسم بخورم خیلی ما هیچی نیستیم. آقا هر کی به بازی کنه دیگه این رنگا رو یه جوری میشه یه قسمتی از ذهنش. خیلی اومد تو انگلیسیمون از طریق من به شخص انگلیسی از طریق مایکرافت قوی شده. خیلیش
بعد اصلا ماینکرافت یه بازی نه کندن و نه کند و چیز خلاق سازی رو یاد میده، همین که انگلیسی یاد میده. آره برای کسایی که انگلیسی بلد نیستن بازی خوبیه. آی وای آقا دوتاره وایتشم بچه یعنی در پوچی شوم واقعا ناراحت میشه. چه اینقدر حفاظت کردی از تخت خیلی وقت هست که من اینقدر از تخت آره حفاظت کرده. بابا من خیلی دایمنده اینجا رو بردار ترات بگیریم. پلات نه محافظت کننده بدن. حس میجوزی بودن به من دست داده. شاید بگن میجوزی کیه بچه میجوزی کسیه که اصلا معنی سلام به انگلیسی رو نمیدونه. نه راست میگی؟ اسمشم که توی یک چنل داره تو رو و بعدن بالا الان میایم من کسی رو به نام لام میم آقا من رو میزنم. آقا کی من گره بلون آبی زد. بچه این چالش خیلی سخت، اگه کلمه رو نتونستیم بگیم ببخشید. به فکرمون نمیرسه باید چه کلمه اون لحظه بگیم. سخته بچه این چالش. من 4 تا زمرد سبز دارم. زمرد مگه دیگه رنگ و رنگ هست ولی اما رنگ عادیش هم این بار وید نمیشم. نه این بار در پوچی با یکی من را در پوچی انداخت. اشکال نداره ناز نفست کنه. بهشون رو زدم حواست میگم یعنی تختشون رو زدم. من حس میکنم در حال آمدن. میتونی دنبال کننده بخری با 2 تا زمرد؟ منظور چه دنبال کننده؟ نمیدانم. نه چون که ما باید نمیتوانم چون که ما باید چیز داشته